سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید با موضوع جدید. بالاخره بعد مدت‌ها قرض و قوله پول جمع کردن‌های زیاد موتور خریدیم. این شما و این شاهکار. Oh my god! Wow! بنز قرمز، اصلا نمیدونم، یه هیولا. این موتور که گرفتیم البته خیلی هم طول کشید، حالا اهمیت نداره. اصلا من 0 کیلومتر گرفت، اصلا راه نرفته. حالا اینش ولش کن. آپشن‌های زیادی داره، مثلا راهنما عقب نداره، نمیدونیم نداره اصلا. چرا؟ این که خوبه. راهنما جلو هم نداره، نه که این کاور باشه روشا، کلا نداره. در حقیقت چی هسته؟ آینه نداره، یعنی عقبو نمیتونی ببینی، بعد برگردی این شکلی عقبو ببینی. اصلا موتور آپشنال. چی شد من اینو گرفتم، این شاهکارو. گفتیم یه مقدار پول داریم حروم نشه، بعد هر کسی هم یه وسیله نقلیه همیشه نیاز داره. گفتیم چیکار کنیم؟ اینو گرفتیم، بنز. به به، اصلا ترتمیز صفره. نگاه اصلا آخ نگفته، اصلا تمیزی از روش میباره. اصلا تمیزتر از این نوع یه ذره آخوخ نداره، تمیز. عقربه ها نو، اصلا راه نرفته موتور. 0 کیلومتر. این که موتور یه ذره ترتمیزه نداره، اون یه ذره روغن یه چیزی ریخته اینجا دیگه، هیچی نیست، ترتمیزه. ولی درسته ترتمیزه، ولی موتوری سالمه، گیربکس سالم، اصلا نباته، راه میره عین بنز. آره. حالا خارج از شوخی میدونیم موتور یه مقدار وضعیتش، اصلا موتور تو تصویره. آره. موتور یه مقدار وضعیتش ترتمیزه، نوع کاری نداریم. حسد چرا گرفتیمش؟ آقا هدف اینه این موتور یه ذره ترتمیزش کنیم، بهش برسیم، یه ذره آپشن مثلا چه آینه براش بذاریم، راهنما بذاریم و دیگه همین استفاده کنیم. حالا خارج از همه چی من چرا اینو گرفتم، این خوشگل آقا رو که اصلا 0 کیلومتره، اصلا نباته، اصلا چرا اینو گرفتم؟ من یه مقدار پول داشتم، گفتم چیکارش کنم. وسیله نقلیه که لازم بود، کلا گفتم اینو بگیرم، وسیله نقلیه. رفتیم بازار موتور، خلاصه نمیدونم چیزی که رفتن چی، فردا موتور بود چی بود، من فکر کنم فردا موتور بود که شرایط قسطی میداد. گفتیم ببینیم قیمتا چجوریه، اصلا موتور چی گیرمون میاد. چشتون روز بعد نبینه، قیمتایی بود که الله اکبر. گفتم با این قیمتا من حالا نه موتور میتونم بگیرم نه ماشین. اول که هدفم ماشین بود، با پولی هم که من داشتم ماشین نمیدادم، پس برنامه شد موتور. رفتیم اونجا دیدیم کمترین پولی که هست برای موتور چینی کم 70 میلیونه. گفتم من حتی تقریبا نصف اینو دارم، قسطی هم بخوام بدم یه مبلغی. گفتم الله اکبر ولش کن. رفتیم اینو گرفتم. گفتم حالا بعدن کم پول جمع میکنم میرم اونم میگیرم، یا اینو میدم اونو میگیرم، ببینیم دیگه چیکار میکنیم. اما همین هم بهتر از هیچه. ان شاء الله ویدیوهای بعدی ماشینم میگیریم. البته اون حالا طول میکشه. فعلا فکر کنم 4 تا یا 2 تا ساب دارم. ایول. خلاصه اینکه کانال من هیچ موضوع خاصی نداره، همه چی توش هست، پیدا میشه. موتور، بازی، کنسول، بعدن چیزای دیگه هم اضافه میشه. البته به نظراتتون نیاز دارم، مثلا چه بلایی سر این بیاریم. مثلا من که زیاد موتور سر در نمیرم، مثلا وسیله خاصی چیزی هست براش بگیریم ببندیم، چه کارایی بکنیم، این چیزا. هیچ کاری هم به بقیه چیزاش نداشتم، فقط فنیش سالم بود گرفتم دیگه. همین دیگه، بقیه ویدیوهای موتور تو پارتای بعدی. خدافظ.